الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بیننده های معزز برنامه معرفت، الله تبارک و تعالی را سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق لطف فرمود تا در خدمت شما عزیزا در جلسه حاضر حضور به هم برسانیم. امیدوار هستم که از مطالب گذشته همه ما و شما هم استفاده و استفاضه کرده باشیم. در جلسه حاضر در یکی از موارد اساسی و نهایت مهم برای هر مؤمن، اونی که ادعای ایمان میکند، صحبت خواهیم کرد. عنوان بحث ما ویژگی های ایمان، خصوصیات ایمان، اون ایمانی که مورد تایید خدا قرار گرفته، اون ایمانی که مطلوب و مقصود ذات اقدس الهی است، اون ایمانی که مورد قبول و پذیرش ذات اقدس الهی واقع شده است صحبت میکنیم. همونطور یک ایمان چه خصوصیاتی را داراست، چه نشانه ها و علائم را داراست و دارای چه شاخص ها است، تا ما این شاخص ها را بدانیم و بر مبنای شناخت این شاخص ها و ویژگی ها خود را مورد ارزیابی و محاسبه قرار بدیم و به خود نمره بدیم که آیا امو ایمان مطلوب الله و مقصود الله در ما ایجاد شده است، در زندگی ما آمده است یا خیر. اگر آمده است فبها و نعمه، باید تقویتش کرد، باید استمرار برایش بخشید به توفیق الله سبحانه و تعالی. و الا اگر خدای ناخواسته این چنین ایمان نیامده است، پس تجدید نظر باید کرد و از ایمان میراثی که در قالب تقلید و تلقین آموختیم باید به ایمان محققانه بر مبنای شناخت دوباره به اصطلاح برگشت بکنیم، تجدید نظر و تجدید تحلیل و تفسیر و ارزیابی در این مورد داشته باشیم. عزیزان، اولین ویژگی، اولین شاخص از شاخصهای ایمان مطلوب و ایمان مقصود الله سبحانه و تعالی در بنده، عنوان حلاوت ایمان را در قلب و در دل احساس کردن، یعنی اون حلاوت ایمان را که الله در دل می اندازد و به او اساس ایمان از او به اصطلاح انسان از ایمانش لذت میبره، مؤمن از مؤمن بودنش لذت میبره، به اصطلاح احساس کیفیت عالی میکنه. مؤمن از ارتباطش با الله سبحانه و تعالی احساس لذت میکنه، احساس فرحت برایش به وجود می آید. مؤمن از عبادت کردن خوشش می آید. مؤمن از خدمت خلق الله به غرض اعلای کلمت الله و حصول رضایت ذات اقدس الهی حظ می بره. مؤمن از این که الله ربش است و اسلام دینش است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی و رسولش است، به این چیزها راضی هست.
ایره میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذاق طعم الایمان، چشید مزه ایمان را، لذت ایمان را، طعم ایمان را. کی؟ من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. هرگاه ما این احساس را پیدا کردیم که از رب بودن الله که رب ما و شماست، پروردگار ما و شماست، پرورش دهنده ما و شماست، از عدم است کرده آل هم زیر پرورش خدای عظیم قرار داریم، از رب بودن الله راضی بودیم که الله رب ماست و اسلام را به عنوان خط مشی زندگی تعیین کردیم، به این گپ هم راضی بودیم و پیغمبر را به عنوان نبی و رسول الله شناختیم، به این هم راضی بودیم. پس ما بدانیم که ایمان مطلوب در ما ایجاد شده است و ما میتونیم که از این ایمان به اصطلاح مدارج و مراتب عالی دیگری را ان شاء الله کسب بکنیم و بیشتر با فیض و با برکت و با معنویت شویم. هرگاه ما با کارهای نیک خود احساس خوشی کردیم، احساس به اصطلاح فرحت و خوشی را به خود داشتیم و برعکس با انجام اعمال سیئه و بد و با صدور اقوال غلط و سیئه و داشتن نیتهای بد و سیئه احساس نارامی کردیم، احساس خفقان کردیم با خود، یعنی خفه شدیم، ناراحت شدیم، پیغمبر میگه که علیه السلام فذالک من الایمان، اینمی سه ایمان است. اینمی گپ که انسان به خوبیایش خوشحال میشه و به بدیهایی که از این صادر میشه خفه میشه، ناراحت میشه. پیغمبر علیه السلام میگه که اینمی نشانی ایمان انسان است، اما ایمانی که مورد تایید ذات اقدس الهی واقع شده است. حالا بین که خود را ما به اصطلاح ارزیابی کنیم. سوال: آیا ما با کارهای نیک واقعا از درون و باطن و قلبا خوشحال میشیم و همچنین با کارهای غلط و ناروایی که از ما صدور مییابه، چی در قالب اقوال، چی در قالب نیتها و چی هم در قالب کردار بوده باشه ولی غلط باشه، به اساس از او ناراحت میشیم و ناراحتی به ما دست میده؟ آیا چنین کیفیتی هست؟ اگر هست، خوشحال شدن به خوبی ها، ناراحت شدن به بدی ها، این امیر پیغمبر علیه السلام میگه که فذالک من الایمان، این دلالت به ایمان میکنه. پس هر انسان خود ارزیابی کنه، از ما بدی ها صادر میشه، خفه میشم، ناراحت میشم و یا نه. اگر ناراحت میشم خود دلالت به ایمان میکنه، اگر نمیشم پس من مکلف هستم، یعنی سر خودم باید تکلیف بگذارم، وجیبه بگذارم تا یک بار دیگر تجدید نظر بر ایمان داشته باشم که ایمان مطلوب در من به وجود نیامده. آیا وقتی که از من فرائض ترک میشه خفه میشم و یا برعکس با انجام فرائض و عبادات و خوبی ها و خدمت خلق الله را انجام دادن خوشی میآید در من، از درون خوشحال میشم؟ اگر میشم پس ایمان ما امو ایمان به ایمان به اصطلاح تبدیل شده است یا امو ایمان به ما دست داده است که مورد تایید ذات اقدس الهی است. امیدوار هستم که نکته اول و شاخص اول ایمان مطلوب را ان شاء الله همه ما و شما درک کرده باشیم. مورد دیگر، استجابت حکم الله و رسول صلی الله علیه و سلم. چه معنا؟ پذیرفتن حکم الله، جواب دادن به احکام الله، اوکی و یس گفتن به احکام الله و رسولش صلی الله علیه و سلم، دست به احترام استاد شدن و قبول کردن احکام و دساتیر ذات اقدس الهی و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، ای کسایی که ادعای ایمان میکنید شما بپذیرین، طلب استجابت بکنین، قبول بکنین، پاسخ بگوین، جواب بگوین به خدا و پیغمبر، یعنی به الله سبحانه و تعالی و به رسول الله صلی الله علیه وسلم. چه وقت؟ اذا دعاکم، وقتی شما را میطلبه، وقتی شما را الله میطلبه به حکم یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که دعای ایمان میکنی. پس مومن گوش خدا باید باز بکنه که حق سبحانه و تعالی چی میگه در اینجا، از ما چی میخواه. اینجاست دوستای عزیز که ما باید ببینیم خود را در می حد رسیدیم نرسیدیم. آیا وقتی حکم الله از کلام الله مجید به اساس یک معلم اسلام، یک معلم قرآن میرسه، آیا متوجه میشیم که الله از ما چه خواسته تا ما لبیک بگیم، تا ما جواب مثبت بدیم، تا ما خود را حاضر نقدن جنسا به خدا تسلیم بکنیم که خدای ما حاضر هستیم به این اوامرت لبیک و به نواهیت پشت بکنم. آنچه که به اصطلاح ممنوع است از حدود ممنوعه پای فراتر نگذارم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه پیامبر میتونه بگیرین، الله سبحانه و تعالی ارشاد میفرماید و ما نهاکم عنه فانتهوا، از آنچه شما را ممانعت میکنه شما به اصطلاح از او خودداری بکنید. پس دومین شاخص ایمان عزیزا، برادرها و خواهرای مسلمان، استجابت، جواب دادن، پاسخ دادن و به اصطلاح دست به احترام استاد شدن و قبول کردن احکام الله سبحانه و تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم. آنچه میگه دستور میته بپذیریم، بر مبنای از او حرکت بکنیم، آنچه ممانعت میکنه خودداری بکنیم. اینجاست که میرسیم به ایمان مطلوب، به ایمان مقصودی که حق سبحانه و تعالی از ما خواسته است. و در مقابل احکام الله بزرگ چون و چرا و فلسفه نگوییم، بلکه مطلق تسلیم بوده باشیم. بعد از این مورد دوم، سومین نکته و یا سومین شاخص و یا ویژگی از ویژگی های ایمان مطلوب همانا از الله خوف داشتن، از الله ترس داشتن و به الله سبحانه و تعالی توکل کردن، اعتماد داشتن، خود را سپردن و تمامی امور خود را موکول کردن به ذات اقدس الهی، موقوف ساختن به ذات اقدس الهی و اتکا کردن به الله سبحانه و تعالی. این دیگر از علائم و نشانه های ایمان مطلوب است. هر کی از الله بیشتر ترسید، احساس خوف کرد، نه خوفی که از حیوان متوحش و درنده داریم، نه خیر، احساس خوف است به این تفسیر و به این معنا که عظمت خدا به یاد ما میاد، به اصطلاح بر ما تصویر میشه، عظمت الله یاد ما بیاد و ما احساس خجالت بکنیم، احساس حیا بکنیم، احساس شرم بکنیم و در محضر خدا جرم جنایت نکنیم، در محضر خدا دروغ نگیم، در محضر خدا دست به فساد اخلاقی زنا و امثالهم نزنیم، در محضر خدا دست به سرقت نزنیم، در محضر خدا به اصطلاح با دشمنان خدا، با اعدای دین و با این مردم به اصطلاح معامله گری و معاملات غلط و منفی که به ضد مصالح اسلامی هست، به ضد مصالح امت اسلامی است و انسانی هست، باز اونجا معامله گری داشته باشیم. این را گفته میشه خوف از الله، احساس شرم، احساس حیا از الله سبحانه و تعالی. قرآن کریم چی میگه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین واقعین را قرآن معرفی میکنه. سوره انفال آغاز به اخیر پاره نهم. مؤمنین واقعی کی هستند؟
الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین واقعی کسایی هستند که وقتی نام خدا گرفته میشه، وقتی از الله صحبت میشه، از اسماء خدا صحبت میشه، از فرامین خدا صحبت میشه، از دساتیر الله صحبت میشه، از اسماء خدا صحبت میشه، از خداشناسی صحبت میشه، خلاصا نام الله گرفته میشه، وجلت قلوبهم، قلوبشان بلرزه میآید، قلوبشان میتپه. ای از مؤمنین واقعی. امروز با کمال تأسف باید گفت 10 بار نام خدا گرفته میشه، 10 بار نام الله اسم جلاله گرفته میشه، چرت ما هم خراب نمیشه. والله در نظام باطنی ما قسم به خداست که حرکتی بهش ایجاد نمیشه، متوجه نمیشیم. حتی در جایی که به اصطلاح صحبت از الله و پیغمبرش است، اونجا هم به شکل یک بتواری میشینیم و خودم اینجا و دلم در پیش یارم. نمونه بارزش و بسیار زندهش نمازهای جمعه است. البته اکثرا خطبه های جمعه هم شکلی نمی باشه که انسان را بیدار بسازه. برخی از خطبه ها شکلی می باشه که آدم را طبیعتا خواب میبره، ولی یک تعداد از خطبه ها به اصطلاح واقعا بیدار کننده است. واقعا صحبت از اساسی ترین ارکان دین به اصطلاح صورت میگیره. در اونجا هم ببینی که اکثر مسلمین در اون 15-20 دقیقه به اصطلاح میبینی خواب میبریشه، باز از خواب بلند میشه، بعد از خطبه به نماز استاد میشه. این حالت مسلمین است، متاسفانه حالت دردناک و اسفناک. از این جهت مؤمنین واقعی کسی هستند که نام خدا یاد شود، وجلت قلوبهم، بلرزه قلبهایشان، تپش داشته باشه. ما کسی را که زیاد دوست داریم وقتی نامش گرفته میشه اتومات به شکل دراماتیک و آنی اشکای ما میریزه، چون بسیار دوستش داریم. اولاد ما باشه، برادر ما باشه، همشیره ما باشه، مادر ما باشه و دوست و عزیز ما باشه که ما بسیار با او الفت داریم، مسافر باشه، از ما دور باشه، مریضی عاید حالش شده باشه، وقتی نامش گرفته میشه بدون اختیار و بدون کنترل به اصطلاح ما برآشفته میشیم، اشک‌های ما میآید، چون اونها را دوست داریم، رابطه قلبی داریم. ولی از نخستین دوست که الله هست وقتی نامش گرفته میشه، وقتی از احکامش صحبت میشه، وقتی از اسمایش صحبت میشه، قسم به خداست که در سنگ یک حرکت ایجاد میشه. ولی در انسان امروز متاسفانه که در اکثریتشان اللهم الا من رحم چنین حالت ایجاد نمیشه. وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. وقتی بر اینها از آیات و بینات خدا، وقتی از فرامین خدا، وقتی از خداشناسی در محضر از اینا صحبت میشه، این در محضر مؤمنین واقعی، زادتهم ایمانا، در ایمانشان، در کیفیت‌های معنوی و باطنیشان ازدیاد میاد، در ایمان کسبیشان چارج ایجاد میشه، قوت ایجاد میشه و این وسیله صیقل و تزکیه و صفایت باطنی و معنویشان میشه. و علی ربهم یتوکلون. همین آیت همین 3 مورد را حل کرده است و اینا کسایی هستند مؤمنین واقعی که بر پروردگارشان توکل دارند. توکل چیست؟ خدای عظیم را وکیل گرفتن، تمامی امور خود را، خودت، اولادت، زن و فرزند و مال و ثروت و تمامی موارد را به خدای عظیم سپردن است. در تمامی حالات به خدا اتکا کردن است، در حالت صحت، در حالت مرض، در حالت ثروت، در حالت فقر، در حالت به اصطلاح که تنگدستی هست و در حالتی که دست باز است. در تمامی حالات، در حالت عادی، در حالت بحران، توکل و اعتماد به ذات اقدس الهی داشتن. این از دیگر خصوصیات و یا ویژگی های بسیار شاخص و برجسته انسان های مؤمن واقعی هستند. پس از الله خوف داشتن، از الله ترس داشتن و به الله سبحانه و تعالی توکل کردن. کجا هست توکل؟ کجا هست توکل؟ چه فکر میکنی اگر امروز ثلث از مؤمنین، ثلث از مسلمین و یا کمتر از او، بسیار کمتر از او، واقعا مورد تایید خدا می بودن، واقعا متوکل علی الله می بودن، خدا حاضر و شاهد است که الله اینا را حمایت میکرد. لکن امروز شما در چیزی کم 2 میلیارد انسان مسلمان کلمه گوی ظاهرا ولی در حقیقت کاذب، در حقیقت ایمان هنوز در قلوب و باطنشان رسوخ نکرده است.
قولشان امرای عملشان متفاوت و منافی هم دیگر. پس خدای عظیم چنین کتلی بی کیفیت، چنین کتلی که از آلودگی و چتلی های باطنی پر است، قطعا اینا را حمایت نمی کنه تا اینا بر نظام باطنی و نفسیشان تغییر مثبت کیفی ایجاد نکنن. توکل وجود نداره، اعتماد به الله وجود نداره. خب آخرین را کمان باز میگیم توکل به خدا. او را سب از امی حنجره و از حلقوم خود میگیم خدا حاضر است امو که پا مرتبه به اصطلاح از عمق قلب نشأت نمیکنه. آیا خدای عظیم چنین انسانهای مذبذب را حمایت میکنه؟ نه خیر. تجدید نظر به ایمان، تجدید نظر به حالت معنوی و قلبی ما باید داشته باشیم. دوستای عزیز، فرصت برنامه ما تمام است. ما به 3 مورد از موارد مشخص ایمان صحبت کردیم. موارد دیگر مشخص هم وجود داره. در برنامه‌های بعدی این مبحث را ادامهش را دنبال بکنید. التماس و دعای خیر از هر یک شما دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.